سلام به دنبال کننده های یوتیوب گردی ها. بعد از تموم شدن پروژمون تو کربلا چند روزی که برگشتیم موندیم تهران تا با آب و هوا هماهنگ بشیم و یکم استراحت کنیم. بعد هم طبق معمول پروژه های یهویی که تصمیم گرفتیم این بار بریم مشهد، چون معمولا بهترین سفرها اونایی هستن که از قبل برنامه‌ریزی نشدن. اول از همه از لحظه پروازمون بگم. طلوع خورشید رو از پنجره هواپیما دیدیم. یه منظره فوق‌العاده، انگار خورشید از پشت ابرها دستش رو دراز کرده به سمتمون. صبحانه‌ای که برامون آوردن رو با این ویوی بسیار زیبا خوردیم، اونم با چه منظره‌ای. وقتی رسیدیم مشهد، بعد از مستقر شدنمون در هتل و دیدار با مدیر پروژه، چند ساعتی رو وقت گرفتیم و رفتیم به حرم علی ابن موسی رضا. نابوزیاره همتون بودیم. اون قشنگی گنبد طلا واقعا گفتنی نیست. هر بار که نگاه میکنی به یاد دوران بچگیت میفتی که اومدی اولین بار با خانواده حرمو دیدی، یا مثل اردوهای مدرسه که با دوستاتون اومدین و عکس دست جمعی گرفتین. بعد سنگینی و خستگی که تو سفر قبلیمون داشتیم، بعد زیارت واقعا یه حس سبک شدن کردیم. اما بیایید وقت دست ندیم و برگردیم به فضای پروژه‌مون. این بار تصمیم گرفتیم کمی بیشتر برای خودمون وقت بذاریم و آیتم هایی که خودمون دوست داشتیم رو تجربه کنیم. اول از همه رفتیم شهربازی پارک ملت. اونجا با اینکه وسایلش یکم قدیمیه ولی واقعا پر از هیجانه. وسایلی که سوار شدیم سورتمه بود، ترن هوایی، چرخ و فلک، تاب بزرگ و ماشین برقی بود. صدای جیغ و خنده ها، بوی پاپ کورن، همه چی مثل دوران بچگیمون بود که می اومدیم و تو شهربازی دور می‌زدیم. اصلا هم تون نیست، اصلا تون نیست، اصلا تون نیست. الان من فقط قد کنم. الان حتی میبینم بزرگترها هم خیلی ذوق میکنن که سوار وسایل پر هیجانی میشن. انگار اونا هم لحظات بچگیشون دوباره زنده میشه. داره طور میشه. من قد میکنم. باشه؟ روز بعد از ظهرش رفتیم توشال دره. اونجا یه درچه واقعا قشنگ بود و یه ویوی عکاسی فوق‌العاده. تصمیم گرفتیم قایق پدالی سوار شیم. استفام رو محکم گرفت. اومدیم وسط حالا دوستی که چند دقیقه و دور دریاچه چرخ زدیم. میرم اونجا میفرسته طرف ما. وقتی قایق‌های تندرو کنارمون رد می‌شدن چنان موجی رو ایجاد می‌کردن که حس می‌کردیم الان که بیفتیم. گرچه شاید چیز خاصی نداشته باشه ولی لذت بردیم و برای برنامه بعدیمون شهربازی قهرمان آماده شدیم. یعنی با من اشتراط بیشتر هست. این اشتراط بیشتر هست. موج تونتون دوایشونی. واقعا باید بگم این یکی واقعا یه سطح دیگه ای داره. این شهربازی مدرن با دو بخش، یکی سرپوشیده با تجهیزات VR و یکی هم بیرونی با دستگاه بزرگ و سنگین. اینجا واقعا عالیه، همه چی نورانی، همه چی براق و باید جایی که چندین ساعت روش وقت بذاریم.
یکی از وسایلی که واقعا فکرشو نمی‌کردم اینقدر میتونه ترسناک باشه سالاتو بود. این وسیله واقعا نفس بره. خیلی کیف داد. من چشم هم بشه. من هر سه دور چشم باز. وسط همه این لحظات پر انرژیمون یه بخش از سفر رو خیلی برای خودم ویژه دونستم. اونم چند ساعت کشید در حرم امام رضا بود. اون لحظات واقعا با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. یه حس آرامش مطلق، انگار زمان متوقف شده. اونقدر معنویت این فضا بالاست که آدم یادش میره خودش چقدر شلوغی و دغدغه تو زندگیش داره. به نظرم اون لحظه جزء عمر آدم به حساب نمیاد، چون روحش کاملا در آرامشه. وقتی افتخار اینو داری کسی سوار ویلچر میشه و اون رو تا یه مسیری میبری، وقتی که متوجه دعای زیر لبش میشی واقعا غیر قابل وصفه. در آخر هم بعد از حدود یه ماه سفر و پروژه‌ای که داشتیم با پرواز وارش برگشتیم خونه. وقتی چرخ هواپیما هم از زمین بلند شد لبخند زدیم و تمام خاطرات سفرمون اومد جلوی چشممون. امیدوارم از دیدن این ولاگ لذت برده باشید. مثل همیشه ممنون از همین کسایی که تا آخر همراه من بودن. سفرهای بعدی در راهه. تا ولاگ بعدی مراقب خودتون باشید.